پیغمبر میگوید کدام زنی که 5 وقت نماز خواند و صامت شهرها، وقتی ماه رمضان آمد از روزه ماه مبارک روزه گیرد و احسنت فرجها، و این زن چنان زنی باشد که چی در نبودن شوهر چی در حضور شوهر اگر خودش را از زنا حمایت کند. چند جوانها سوالها بیچاره نویساندند، روی یکی میآیند خبر میدهند که برادر عزیز 1 ماه از خانه دور بودیم، الک با همسایه یک جای شده. و خدا قسم باور کن چندین جوانها جوان پسرای نماز میخوان بیچاره در همین قوم هستند. 1 ماه فقط ندیدیم، یا اینکه بعدش بیچاره میگن 6 ماه روسیه رفتیم، برای شکم همین زنی خود رفتیم، برای شکم فرزندهای این رفتیم، آمدیم الکه که آوازه هست که زنی تو بی ترتیب شده است. و احسنت فرجها، و اگر فرج خدا از زنا نگه بدارد دیگر پیغمبر، چی در بدن شوهر چی در نبودن شوهر. رسول اکرم میگوید و احسنت فرجها، اگر زنی که 5 وقت نماز خواند، روزه ماه مبارک رمضان دارد و اگر خودش را از زنا نگه بدارد و اطاعت بعلها، که می خلاصه را بینید، خلاصش چی است؟ بعد نماز، بعد روزه، بعد خودش را از زنا نگه داشتن، اطاعت بعلها، شوهرش اگر اطاعت کند داخل شود جنت را از 8 دری که میخواهد، از کدام دروازه‌ای که میخواهد، همه دروازه های جنت برای این زن حلال است، مرحمت وارد جنت شود. لیکن اگر زن نماز خواند، روزه گیرد، تهجد خوان باشد، خدا ترس باشد، بر زنا دست ندهد، لیکن شوهر از او راضی نباشد، وی وارد جنت نمیشود. همه حل کننده برای شوهر فقط چی هست؟ این راضیگی شوهر است. باید شوهر از او راضی باشد. چگونه که پیغمبر خدا میگوید رضا الزوج فی رضا الله و سخط الزوج فی سخط الله. اینا پیغمبر خدا گفتند. حدیث پیغمبر است که رضاگی شوهر رضاگی خداست. اگر کدام زنی که خواهد که خدا از او راضی باشد، شوهر راضی کند، و غضب خداوند غضب شوهر است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگار مهربان ثواب این احادیث های پیغمبر را در نامه اعمال این جمعیت ما، این گوش کننده ها خدای کتابت بفرمایید، و خدای مهربان امروز زنهای ما را پیرو قرآن و پیرو احادیث های پیغمبر خدا بگردانید. آمین یا رب العالمین.